69 طفلی که با سوختگی شدید و یا هم شکستگی دچار بودند پس از تداوی دوباره به کشور برگشتند. این اطفال از سوی جمعیت هلال احمر افغانی برای تداوی به کشور جرمنی فرستاده شده بودند. میرام صداقت سخنگوی این اداره در مراسم تسلیم دهی این اطفال به فامیل هایشان به رسانه ها گفت: نن د افغان ولس څلور شپېته کورنۍ خپل معیوب عزیزان خپل خواږه ماشومان په روغ او رمټ شکل پر خپلو غېږو کې نیسي. هغه کسان چې شپږ میاشتې مخکې له دوی نه په معیوبو غړو خدای پاماني کړې وه، مګر اوس د افغاني سرې میاشتې ټولنې په مرسته دوی په کامله روغتیا خپلو کورنیو ته د ورتلو شاهدان دي. جمعیت هلال احمر افغانی در همکاری با دفتر دهکده صلح آلمان سال دوبار شماری از اطفال را برای تداوی به کشور جرمنی میفرستد. در عین حال اطفالی که پس از تداوی دوباره به کابل برگشتند از اینکه تداوی شده اند بسیار خرسند هستند. رفتم در آلمان تداویش کرد، دکترها خوب دکترهای بود جورش کرد. باز 4 دفعه در اونجا عملیات کردم، باز از اونجا فرنستاف رفتم، باز از اونجا خوب بود که آلمانی هم یاد گرفتم دیگه، میمانای افغانی هم بود پیش می آمدن. چند پیش نیز به تعداد 140 طفل برای تداوی راهی جرمنی شده اند. از سوی دیگر فامیل هایی که پس از ماه‌ها دوباره با اطفالشان یک جا شده اند از کارکرد جمعیت هلال احمر افغانی ستایش می کنند. دست بشکسته بود، دستابان سیاه شده بود، به شفاخانه ایراد دوبار عمل کردیم، تداوی نمیشد، امکانات نبود. مراجعه کردیم به هلال احمر، مراجعه کردیم که بفرستم به خارج، بفرستم تداوی کنم، ان شاء الله روان کنار ماش. امروز از این جویی که دیگه سال هست به تماس شدیم از طریق CRC دوستایی که اونجا کار میکنن، بعضی دکترای دیگه برام مشوره دادن که اینجا بیارم شه. اینجا آمد و تقریبا 1.5 سال پیش بردنشه و فضل خدا امروز خودش به پای خود سرویس پایان شد که یک نعمت بزرگ خداوند است. جمعیت هلال احمر افغانی با دفتر دهکده صلح در حال چون این اطفال را به تداوی به کشور جرمنی میفرستد که نظر به گزارش نشریه دکتران بدون سرحد هنوز هم اطفال قربانی جنگ در افغانستانند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.